بعد از آن مصنف گفتن که و این القاک فهمک فی مهاو فلیتک ثم لیتک ما فهمت. و این القاک، اگر تو را علمت پرت آید، فی مهاو، فهمت تو را به یک چقوری پرت آید، یعنی فهمی تو را به گمراهی برد، فلیتک ثم لیتک ما فهمت، ای کاش کی تو نمی فهمیدی. بعضی انسان ها تعویل میکنن، هم در عقیده هم در فقه، میگن که خیر ما در کشوری کفر هستیم، ریبا برای ما حلال است، یا در فلان کار هستیم برای ما اجازت است، تتبع رخصت ها میکوند. فهمی آنها را به گمراهی برده است. و این القاک فهمک فی مهاو، اگر فهمی تو را به چقوری برد، برای آنکه علم گیری و پرهیزگار شوی، به مردم با فتوا دهی که مردم ریبا خورید، گوی الله تعالی و احل الله البیع و حرم الربا، الله تعالی خرید و فروش را حلال گردانیده است و ریبا را حرام گردانیده است. از این دیگه لفظی صریح نیست. و حرم الربا، الله تعالی حرام گردانید ریبا را، گوید و تو بعد اینکه اینقدر علم آموختی، اینقدر دانش گرفتی، مردم به تو خیر کردند، زکات دادند، تا اینکه تو علم گیری، به دنیا مشغول نشوی، علم گیری و فردا به امت اسلام علم را رسانی، امانت را رسانی، تو آمدی تا اینکه مردم را از ریبا و از گناه دور کنی، برای آنها فتوا میدهی، اجازت میدهی. اگر انسان فتوا کند، در همه مسئله ها فتوا هست، می شود از بین کتاب ها زلت علما را یافته، خطاگی علما، لغزش علما را یافته، با حجت و دلیل برای مردم فهمانی که ریبا گرفتن حلال است، عرق نوشیدن اگر از عرق خرما باشد حلال است، گوشت سگ حلال است. گفته از هر کجا یاوی بعضی چیزایی که اجماع علما هست به حرام بودنش با وی تعویل کنی. و این القاک فهمک فی مهاو فلیتک ثم لیتک ما فهمت، اگر فهمی تو، طلب علم تو را به گمراهی برد، کاش که نمیفهمیدی، کاش که این خیر علم داشته نمی داشتی،